صبح خیر مردم شریف تاجیکستان. برای چی امروز بانو مخالف تاجیک ما ایمینا حسین اشور و محمد اقبال صدردین آمدن نظر دارم. شما عمومی میگیرم کو. یکم گپی بد تو نمیگم. میبرونه صاحب کروی وطن عزیز ما را در روی اکران تهمتشون میکنیم که خوبی صاحب کرو ما دیدیم ما کور نیستیم ما کور نمک نیستیم رنگ شما برای سکلادی سلیتاوخانه صبوری شما یک سال پیش خبردار بودیم که خیلی گپو هست. برای چی نمیبرین گپ زنیم؟ برای چی صبوری را در روی اکران نمیبرین بمونیم؟ برای چی؟ برای که حسین اشور مرا گفت اول ایمینا برای بلوگیروی که کنکورس میزگرانه ایسا خفایو او آدمایی که مردم زیدی حکمت میکنن ما هیچ وقت زیدی و گپ نمیزنیم او را ما نبارو دستگیری میکنیم. میفهمین هموطنان عزیز؟ ما باید امروز فکر کنیم تماشاشو نمیکنیم لایکشو نمیمونیم چخیلی که بابا جان چی نوره دیگریش او لوکی دیگرش لنگریش لایک بمونین کامنتار بنویسین که ما کامنتار منویسین سرازا تو خوینی منین خونه گپ زنیم زیدی بانو مخالف تاجیک تو خوین برای حسادت مصری که در شبکه‌های اجتماعی من ایمینا بابا جان لنگری در نظر دارم منین خونه میخوایم گپ زنیم تو خوین برای همون دوستان عزیز کم ترکک فکر کردن نکر است که یا دوستی ما نیستن یا دشمنی ما هستن. بابای لنگری و بابا جان نشدهش میدونن که اون مرد خواهی فجر زد نو پول شیرین نای گفتگی که برای پول ما بای کورام میکنیم مدعی چی در کار نیست فقط پول در کاره گفته بیدین که این دنیا و او دنیا را پول خواهد خریده میشده. استغفرالله. زنده باشین دوستان عزیز نصیب باشه ویدیو را اشاره لوکن دیگه این واتساپ من علیش میشه و همه چی را تاجیکسکی میکنیم. زنده باشین.